سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم و با اینکه دوستان خوبم در جامعه نچندان بزرگ محیط زیست به خوبی میشناسن، برای بقیه کسانی که این ویدیو رو میبینن عرض میکنم که بنده فریبرز حیدری هستم، عکاس قدیمی حیات وحش که بیشتر از 22 سال مشغول عکاسی از طبیعت و حیات وحش ایرانم و در این 22 سال با سختی و تلاش موفق شدم از بسیاری از گونه‌های جانوری ایران عکاسی کنم. عکسایی که بسیاریشون اولین عکس‌های انداخته شده از این گونه‌ها در ایران بود که از شاخص‌ترین‌هاش میتونم اشاره کنم به عکاسی از یوزپلنگ نایاب و در حال انقراض ایرانی که از فاصله 7 متری در طبیعت محض عکاسی شد و همچنین عکاسی از روباه ترکمنی که اولین ثبت رسمی روباه ترکمنی در ایران بود که در پی 3 سال تلاش برای پیدا کردن این پستاندار کمیاب انجام شد و در نهایت بیش از 300 فرم عکاسی از این روباه و رفتارهاش در طبیعت انجام شد که در معتبرترین و اصلی ترین ژورنال جانورشناسی خاورمیانه یعنی زوولوژی این د میدل ایست ثبت و رکورد شد. در این مدت 22 سال صدها هزار یا شاید میلیون ها عکس نتیجه سوختن پوست و گوشتم در گرما و سرما و به سر آمدن سالهای عمر و جوانیم انجام شد که بدون کوچکترین کمک مالی از سوی نهادهای دولتی و با تکیه به توان ناچیز مالی خودم بود که گاهی حتی با قرض گرفتن انجام می شد. و همه این سالها به امید این بودم که بزرگترین دانشنامه حیات وحش ایران رو با تکیه بر نوشتار بیش از 88 نویسنده از بهترین دانشمندان و محققان ایرانی تدارک ببینم و تقدیم این مردم کنم. اطلس نفیسی که دریچه‌ای باشه بر سیمای طبیعی ایران و پنجره‌ای باشه به زیبایی‌ها و دیدنی‌های این سرزمین بزرگ. بیش از 10-12 سال از این نهاد دولتی به اون نهاد، از این سازمان به اون سازمان، از این کارخونه بزرگ به دفتر اون شخص با نفوذ، نتیجهش هیچ نبود جز ناکامی و ملاقات با آدم‌هایی که جز به جیبشون به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کنن. با وجود این همه ناکامی ادامه دادم و پایم از طبیعت کوتاه نشد. با وجود تمام بی‌مهری‌های حکومتی خصوصا از سوی سازمان به اصطلاح حفاظت محیط زیست، با تحمل سختی‌های جانفرسای کار به ثبت لحظه‌های ناب طبیعت مشغول بودم و بی توجه به اذیت‌ها به کار علمی سرگرم بودم تا شاید روزی موفق به ارائه این کار بزرگ علمی در کشورم باشم. تا اینکه در اواخر سال گذشته برای تعیین قهرمان منتخب مردم در سال 1394 جشنواره قهرمان من توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران و مجموعه مجلات همشهری تدارک دیده شد. بنا شد قهرمان سال 94 از بین نامزدهایی که مجلات معرفی کرده بودند توسط مردم انتخاب بشن. حدود 32 کاندید معرفی شد که در بین اونها چهره‌های معروفی دیده میشد. چهره‌هایی مثل مجید مجیدی برای کارگردانی فیلم محمد رسول الله، رامبد جوان برای برنامه تلویزیونی خندوانه، حسن فتحی برای کارگردانی سریال شهرزاد، نیروی دریایی سپاه پاسداران برای دستگیری ملوانان آمریکایی، بانو کمند امیر سلیمانی برای کمک به بیماران دیابتی، بانو بهنوش بختیاری و عمو پورنگ برای مشارکت در کمپین آسمان آبی و زمین پاک، حسن حسنی سعدی جانباز فعال در عرصه‌های جهانی، نیما نکیسا دروازه‌بان فوتبال برای نژاد 17 محکوم به اعدام، شهید سعید سیاح طاهری فرمانده مدافع حرم دیده میشد و در کنار این چهره‌های معروف چهره‌های گمنامی از مردم که در کارهای مثبتی مثل ایجاد فرهنگسراها و کمک به بهبود شرایط زندگی دیگران و کارهای خیر دستی داشتند حضور داشتند. بنده هم به عنوان عکاسی که بیش از
2 دهه بدون حمایت هیچ سازمان و نهادی و با هزینه شخصی روی حیات وحش ایران کار کرده بودم و حاضر به همکاری با نشریات شکاری نشده بودم و به دلیل اولین ثبت رسمی روباه ترکمنی در ایران به عنوان کاندید شرکت داده شد. سایتی هم برای جشنواره تدارک دیده شد و مردم از 2 طریق رأی دادن در سایت و رأی دادن با SMS به این رأیگیری دعوت شده. بیش از 10 مجله که از اصلی ترین مجلات دکه‌ای و پرفروش ترین مجلات بودند، چند صفحه از نشریه‌شون رو به این اتفاق اختصاص دادن و اطلاع رسانی کردند. این جشنواره و رأیگیری مردم، رأی دادن مردم تا آخر فروردین 1395 ادامه پیدا کرد و نتیجتاً با محبت مردم بنده در بین این 32 نامزد مقام اول رو کسب کردم. یعنی در بین همه حوزه‌ها و همه کاندیداهای معروف و غیر معروفی که در جشنواره بودند، مقام اول رو با رأی و محبت مردم به دست آوردم. نتیجه به بنده تلفنی اعلام شد و در شماره 78 مجله سرزمین من صفحه 11 منعکس شد که آرای بنده با اختلاف بسیار زیاد از تمامی کاندیداهای دیگر مجلات نیز بیشتر بوده. اینکه در بین چهره‌های شناخته شده مثل رامبد جوان، حسن فتحی، مجید مجیدی و نهادهایی مثل نیروی دریایی سپاه و غیره مردم به بنده بیشتر رأی دادن، قطعا میذارم به حساب توجه مردم به حفاظت از حیات وحش و طبیعت، مخالفتشون با تخریب، شکار و هر اون چیزی که باعث نابودی طبیعت مظلوم و شکننده ایرانه. پس از این انتخاب عجیب‌ترین قسمت ماجرا شروع شد. تمام حدود 10 مجله‌ای که تبلیغات این جشنواره رو چاپ و تبلیغ کرده بودند در قبال اعلام نتیجه سکوت کردند و حتی یک سطر برای خوانندگانشون اطلاع رسانی نکردند. سایت رسمی جشنواره هم در قبال اعلام نتیجه کاملا سکوت کرد و حتی تا همین الان که 5 ماه گذشته در قبال اعلام نتیجه به کاربرانش سکوت کرده. و اما اینکه چرا مسئولین این جشنواره به جای استفاده از این فرصت برای تبلیغ حفاظت از طبیعت و فرهنگسازی ترجیح دادن عرصه رو تبدیل کنن به یک عرصه لجبازی‌های شخصی، برای بنده هم جای سواله. سکوت برگزار کنندگان جشنواره در اعلام نتیجه انتخاب شما تنها هویت برگزار کنندگان و سلامت این جشنواره رو زیر سوال برد و نشون داد که مسئولین برگزار کننده در این مسابقه به صورت فرمایشی و نمایشی افرادی رو که گمان می‌کردن مردم به اونها رأی میدن قرار دادن و در کنارشون افرادی رو که گمنام‌تر بودن و از آدم‌های معمولی جامعه بودن قرار دادن، به خیال اینکه مردم به چهره‌های معروف‌تر رأی میدن و غافل از اینکه نتیجه انتخاب مردم چیزی غیر از انتخاب از پیش تعیین شده اونها خواهد بود. پس ترجیح دادن نتیجه جشنواره رو نه در سایت رسمی و نه در هیچ یک از مجلات دیگر منعکس نکنند و سکوت کنند. عملکرد مجموعه شهرداری و همشهری فقط باعث خواهد شد که مردم در سالهای آینده در جشنواره‌های این چنین فرمایشی و نمایشی و از پیش تعیین شده شرکت نکنند. به مردمی که با محبت و لطفشون بنده رو به عنوان قهرمان سال 94 انتخاب کردن درود میفرستم و اعلام میکنم که قهرمان من همه کسانی هستند که با جان و دل برای حفظ طبیعت ایران زحمت میکشند و برای این امر مهم مایه میگذارند. قهرمان من محیطبانانی هستند که جونشون رو برای حفظ زمین سپر میکنن و با خونشون از طبیعت پاسداری میکنن. قهرمان ما محیطبانان کشته شده توسط شکارچیان، محمد دهقانی، پرویز هرمزی و منوچهر شجاعی هستند که یادشون رو گرامی می‌داریم.
در بخش دوم صحبت ها میخوام گریزی بزنم به سخنرانی 14 اردیبهشت ماه جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، مبنی بر این که نقاد رو دستگیر نمی کنند و به زندان نمی برند. نقاد یک نعمت است و سخنرانی که انجام شد در 14 اردیبهشت ماه سال جاری. بسیار جناب آقای روحانی، حرفتون کاملا درسته، اما زمان این حرف ارزشمنده که نقد شنیده بشه، یعنی روی کرد اصلاح یک عملکرد غلط باشه و گوش در و دروازه نباشه. بنده بیش از 20 سال از جوانیم و تمام توان و سالهای خوب زندگیم برای ثبت و معرفی گونه‌های جانوری در طبیعت ایران گذشت. با این برنامه که یک دوره 4 جلدی با عنوان دانشنامه حیات وحش ایران منتشر کنم و 4 جلدی که بنا بود شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان ایران باشه و هر جلد 500 صفحه و با نوشتار بیش از 88 نویسنده از بهترین دانشمندان و محققان ایرانی. منبع علمی و معتبر برای معرفی گونه‌های جانوری و طبیعت ایران به منظور فرهنگسازی برای شناخت و احترام به طبیعت و ایجاد علاقه و توجه در مردم برای حفظ اونچه که باقی مونده. یک سوال شسته رفته و اساسی دارم از شما. امروز بعد از 22 سال کار باید نتیجه کارم رو زیر بغلم بزنم و از ایران برم؟ آیا سهم کاری که من کردم از این همه هیاهو و سخن از علم و دانش گفتن در تریبون ها رفتن از این کشوره؟ آیا در مملکتی که شما و همفکرانتون ساختید هیچ جایی برای این همه تلاش و زحمت علمی نیست؟ این همه از پیشرفت و از دانش سخن گفتن فقط برای تیز زدن و ژست‌های تبلیغاتیه؟ آیا همچنان دولت مردان بناس حیات وحش را مشتی سوسک و ملخ ببینن؟ سهم من 22 سال کار در سرما و گرما با هزینه شخصی در طبیعت بود. سهم شما اگر وادار کردن من به رفتن از ایرانه برای به بار نشوندن کارم و دلسرد کردن من از این همه سال کار و تلاش در طبیعت، از گفتنش مضایقه نکنید. سوز سرما پوست دست و صورتم رو تازیانه زد و گرما بدنم رو بریان کرد و سوزاند، ولی اونچه امروز بعد از 2 دهه نتیجه گرفتم به مراتب غیر قابل تحمل‌تر و فاجعه بارتره. بیمهری اربابان قدرت و سرمایه نسبت به کار علمی که تمام جوانیم رو براش گذاشتم مزد این همه سال شد. فرهنگسازی برای حفظ طبیعت و زمین وظیفه دولت‌ها و حکومت هاست. آیا برای چیزی که وظیفه شماست باید خواهش کنم؟ از شما هیچ خواهشی نمی کنم، چرا که شما وظیفه دارید. شما در مقابل این مردم، این کشور، طبیعت مظلومش و از همه مهمتر در مقابل زمین مسئولید. به عنوان یک فرد همه مسئولین و مسئولیت شما در قامت یک رئیس جمهور قطعا بیشتر از دیگرانه. مسئول این همه بی‌توجهی به فعالیت‌های علمی دولت شماست و بدتر از دولت شما دولت قبلی. شما فقط بهتر از قبلی‌ها حرف میزنید، وگرنه در عمل کدوم ارزش رو برای تلاش‌های علمی قائل شدید؟ من چرا بعد از 20 سال همه درها باید برون بسته باشه؟ این میزان بی‌توجهی و بی‌ارزش بودن دانش برای نظامی که داعیه علم پروری داره خجالت آوره. اگر کسی در این میان باید خجالت بکشه، قطعا اون من نیستم بعد از 22 سال سختی کشیدن در حوزه علم. این شمایید که برای دانش، برای جوانان و برای فعالیت‌های بزرگ این چنینی ارزش قائل نیستید. شاید این وضعیت منحصر به دوران شما نباشه و همه ایرادات رو به شما وارد کردن بی‌انصافی به نظر بیاد. اما حالا که شما بر سر کارید، قبلی ها بی توجه بودن قبول، شما چرا هستید؟ فرمودید منتقد باید محترم شمرده بشه و نقاد یک نعمته. سخن بسیار درست است،
اما مشروط به این که انتقاد فقط شنیده نشه. اگه قرار گوش در و دروازه باشه، انتقاد کردن فایدهش چیه؟ انتقاد پذیریه که ارزش داره. فردا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی برچسب توهین نزنند. هیچ توهینی در کار نیست. و قطعا بنده که از 4 متری از گرگ و از 7 متری از خرس عکس میندازم، برای مطالبه بر حقم از کسی هراسی ندارم. روشن و واضح عرض کنم که دولتمردان ایران باید خجالت بکشن. اینکه نتیجه سالها تلاش برای به ثمر نشستن از کشور بیرون بره خجالت آوره. اینکه راهی برای من و امثال من نمونه جز رفتن از ایران چه معنی داره؟ روزی نیست که چپاول اموال این ملت از مدیری یا دستاندرکاری برملا نشه و اون وقت کسانی مثل من راهی نداشته باشن جز رفتن. بنده هیچ جا نمیرم و در همین کشور حقم رو از شما خواهم گرفت. حق خودم برای 20 سال کار و همه هزینه‌های ارائه این پروژه علمی. بعد از گذشت این همه سال در پی حامی مالی، چه از سازمان به اصطلاح حفاظت محیط زیست، چه از نهادها و سازمان‌های دیگه، چه از سوی حتی کارخانجات بزرگ آلاینده مثل خودروسازی‌ها، کارخانجات فولاد، سیمان، نفتی، پتروشیمی و غیره، هیچ ندیدم جز بی‌مهری. کارخانه‌های آلاینده‌ای که نمایشگاه محیط زیست رو تبدیل کردن به نمایشگاه صنایع و محلی برای تبلیغات خودشون و از حفاظت زمین و حامی طبیعت بودن تنها شعارهای تبلیغی و توخالی ارائه میکنن که سر مردم رو گرم کنن و به تخریب و آلودن محیط زیست ادامه بدن. کارشون شده 2 تا پوستر یوز پلنگ یا فلان حیوان در حال انقراض زدن توی غرفه هاشون و ادا در آوردن که فلان جا حامی حیات وحش و فقط نام و شعار حمایت رو با فریبکاری یدک میکشن. طبیعت ایران با سرعتی باور نکردنی در حال نابودیه و این همه از نبودن فرهنگ و شناخته. و متولی ایجاد فرهنگ و شناخت در زمینه محیط زیست سازمانیه که امروز کمترین نقش رو در این زمینه داره. کاش به جای پوشاندن نتیجه انتخاب مردم و لطفشون به بنده در جشنواره پوشالی قهرمان من، کسی در ساختار حکومت به فکر این بود که به جای این همه بریز و بپاش و خرج‌های اضافی و حقوق‌های کلان و دستاندازی به اموال ملت و هزینه در توسعه مخرب و نابودی طبیعت برای ارائه این کار علمی هزینه کنه که نتیجهش روی میز هر دولتمرد دلسوزی اگر قرار بگیره قطعاً احساس افتخار خواهد کرد و از نظاره سیمای طبیعی ایران و دانستن درباره طبیعت لذت خواهد برد. امیدوارم روزی برسه که دانش در این مملکت ارج و قربی پیدا کنه و علم منزلتی و سهم انسانها از سرمایه‌های یک کشور به میزان تلاشی باشه که در مسیر تعالی اون کشور کرده و سخن گفتن از علم و بها دادن به جوانان فقط برای زینت تریبون‌ها نباشه. و در پایان کلام از همه مردمی که با محبت و مهرشون بنده رو در این جشنواره انتخاب کردن و در همه این سالها به من نیرو دادن تشکر میکنم و اعلام میکنم که پوشوندن و سرباز زدن از اعلام نتیجه این جشنواره از سوی مسئولان ماندن روسیاهی به زغاله و در سالهای بعد قطعاً مردم شما را با قهرمانان از پیش تعیین شده‌تون تنها خواهند گذاشت و در جشنواره‌ای این چنین مضحک و فرمایشی شرکت نخواهند کرد. همچنین از محیطبانان و همه عاشقان طبیعت و کسانی که با دانش، قلم و هنرشون در خدمت پاسداری از زمینن سپاسگزارم و دستشون رو از راه دور میبوسم. شاد و موفق باشید.